ماینکرافت، ولی به ازای هر لایک من میتونم یه قدم جلوتر برم و هدفم کشتن غلام آهنی زیر 2 دقیقه هست. بریم ببینم چیکار میکنیم. خب آقا اول ویدیو هست و من کنار درخت اسپان شدم. امیدوارم لایک کنید تا پیش درخته بتونم برم. همچنان در انتظار لایک. بنازم یه نفر لایک کرد، تونستم یه قدم برم جلوتر. 5 نفر لایک کردم. بنازم تا این تنهای درخت رو میکنیم. امیدوارم لایک کنم بچه ها. همینجوری تنهای درخت رو که کندم 10 نفر دیگه لایک کردن. روبرو 10 بلاک حرکت کنم. خب ما تا اینجا اومدیم و 12 نفر دیگه لایک کردن. بچه ها دارین چیکار میکنیم؟ مرسی بابت لایکاتون. خب بچه من الان پیککس رو ساختم، تا اون قسمت ها میرسم. 50 تا اون قسمت ها میشه. خب تا اینجا بیشتر نشد. امیدوارم لایک کنید دوباره برسم پیش اون سنگا. وسایل سنگی میخوام. 40 نفر لایک کردن. بازم اینجا سنگ هست. خوبه. خب بچه ما اینا رو کندیم. این ویدیو رو لایک کنین سریع برسیم کنار یه ویلیج. الان 100 نفر لایک کردن و من میتونم برم تا یه جاهای حدودی. به هر بدبختی که شد خودم رو رسوندم بالا و الان حدود 500 نفر لایک کردن و میتونم تا دلم بخواد حرکت کنم. بچه 1000 نفر لایک کردن. داریم که خیلی لذت داره وقتی شما لایک میکنید. بعد از کلی گشتم من فهمیدم که اگر 50 نفر سابسکرایب یا فالو کنن من یه دونه پیککس و یه دونه عکس دایمندی گیرم میاد و ممنونتون میشم. همین الان سابسکرایب یا فالو کنید. در حال گشتم به دنبال ویلیج هستیم. بچه‌ها 40 نفر سابسکرایب و فالو کردن. فقط 10 نفر دیگه مونده. الانه که پیککس دایمندی گیرمون بیاد. و یه دونه پیککس دایمندی گیرمون اومد. گفته اگر 10 نفر دیگه سابسکرایب و فالو کنن عکس گیرت میاد. که عکس هم گیرمون بیاد. بنازم بچه‌ها عکس هم گیرمون اومد. دیگه چیزی نمیخوایم، فقط مونده ویلیج.